پدرخوانده ماشین‌های دنیا، گنگ‌ترین مرسدس بنز اسکلاس تاریخ که هیچ زمانی هیچ کسی هیچ جوره نمیتونه نظیرش رو پیدا کنه. بهش میگن تانک فوق لوکس آلمانی، چون بیشتر از 2 تن وزن و رفیق شفیق اصلی ترین مافیاهای زمان خودش بوده. از پوتین تا صدام حسین و قذافی گرفته تا اونایی که با داشتن این ماشین ضد گلوله دنبال حس وقار میگشتن. 1991 تا 1998 با اولین موتور 12 سیلندر تاریخ مرسدس، اولین خودروی مجهز به سامانه کنترل پایداری، اولین سیستم وکیوم 4 در یا مکش خودکار درها، باب دیپلمات هایی که میخواستن اون جایی که باید بی سر و صدا ازش پیاده بشن، جوری که سکوتش حس ترس بده. به چراغ‌های بزرگ 2 تیکش میگن چشم‌های سرد پدرخوانده. درهاش با ضخامت 9 سانتی متری وقتی بسته میشن حس امنیت به اوج خودش میرسه. درست مثل وقتی که در گاف صندوق رو قفل می‌کنی و میدونی هیچ کس نمیتونه بازش کنه. وقتی پدال گازش رو تا ته فشار میدی، به طور ناگهانی دنده عوض میکنه و میره برای شتابگیری انفجاری، سیستمی که برای فرار از موقعیت‌های خطرناک طراحی شده. وجود این ماشین تو هر تصویری یه چیزی رو ثابت میکنه. اینکه برای گوش دادن همه نیاز نیست کسی داد بزنه.